با سلام بینندگان عزیز، برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی رو من شعله گلخوجه گردانندگی میکنم. امروز 18 نوامبر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. در نتیجه حمله افراد نامعین در ولایت ختلون یک کارگر چینی کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. جو بایدن پرزیدنت آمریکا با اوکراین اجازه داده است که با موشک‌های دورپرواز به روسیه ضربه زند. حمله با گپ نمی شود چون این چیزها را اعلان نمی کنند. نتیجه را موشک نشان می دهد. و لیمو پروران ختلانی به نوع‌های دیگری میوه‌های سیتروسی روی آوردند. پرورش آسان‌تر و حاصل زیادتر بوده است. همه نمودش می شود: ماندارین، اپریسین، گریپفروت، لایما، با پامیلا. شب گذشته در حمله به نوع شمزین شوهین یک شهروند چین کشته شده است. همچنین 5 نفر، یک توجیک و 4 چینی مجروح گردیده است. مصاحبان رادیو آزادی گفتند چینی ها در یک کارخانه طلا کار می‌کردند. تا حال مقامات درباره مسئولان حمله اطلاعی ندادند. ادامه موضوع در گزارشی همکارم کیومرسیاتا. در حمله به دره زربوز ناحیه شمس‌الدین شاهین در سرحد تاجیکستان با افغانستان یک شهروند چین کشته و 5 نفر زخمی شده است. در حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین روز 18 نوامبر حادثه را تصدیق کرده اما تفصیلات ندادند. 2 منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفتند که حمله شب 17 به 18 نوامبر از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. هر دوی آنها دقیق گفتن نتوانستند که حادثه کار قاچاقچیان مواد مخدر بوده است یا گروه‌های جنگجو، اما تاکید کردند که نمایندگان مقامات انتظامی در جای حادثه هستند و تحقیق ادامه دارد. یکی از منبع‌ها به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت از 5 زخمی 4 نفر شهروندان چین هستند. 1 نفر باقی مانده ساکنی محلی بوده است. همه آنها از پای مجروح شده به بیمارستان ولایتی به کلاب برده شدند. همصحبت ما حضور چینی ها را در منطقه به وجود کارخانه طلا پیوند داد. دره زربوز در نزدیکی موضع سریغار جایگیر است. در موضع سریغار یک کمانداتوری سرحدی نیز هست. یک نماینده حکومت شمس‌الدین شاهین که به دلایل امنیتی نامش فاش نمی شود گفت که کارخانه طلا در دره زربوز نامنویس شده چینی ها کارهای اکتشافی انجام می دادند. مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه نظارتش مشکلی سرحد تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در اینجا گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و مرزبانها ثبت شده بود. بار اول است که در پی حمله در سرحد یک شهروند چین کشته می شود. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین در ماه اکتبر امسال اعلام کردند که در پی ترکیش در نزدیکی فرودگاه کراچی 2 کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیش را در این کشور همسایه افغانستان حمله تروریستی خوانده بود. با وجود وعده‌های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریست‌ها با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی ماه آگوست سال 2023 از کشته شدن 3 عضو گروه انصارالله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهای شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. جو بایدن پرزیدنت آمریکا به اوکراین اجازه داده است که از موشک‌های دورپرواز ساخت آمریکا برای حمله به خاک روسیه استفاده کند. مقامات روسیه پیشتر گفته بودند که اوکراین خودش این موشک‌ها را استفاده کردن نمی‌تواند و برایش کمک نظامیان ناتو لازم می‌شود. از این رو ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه تاکید کرده بود که این حمله را همچون حمله ناتو قبول می‌کنند و پاسخی سخت خواهند داد. همکارم مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارد. پس از بحث‌های طولانی جو بایدن پرزیدنت آمریکا در نهایت به اوکراین اجازه داد که با موشک‌های دورپرواز بر روسیه حمله کند. خبرگزاری رویترز گفت که قرار را بایدن تازه امضا کرده است. موشکی اتک MS که آمریکا به اوکراین داده بود تا 300 کیلومتر دور می رود. مقامات اوکراین به تکرار از آمریکا خواسته بودند که اجازه استفاده از این موشک را دهد. راهگیری این نوع موشک برای روسیه کار سخت است و آن می تواند برایش خرابی زیادی بیارد.
ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت نتیجه کاری موشک را پس از حمله خواهد دید. امروز رسانه‌های زیاد نوشتند که ما برای عمل کردن اجازه گرفتیم. حمله با گپ نمی شود چون این چیزها را اعلان نمی کنند. نتیجه را موشک نشان می دهد. حتما. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. چند مقام امریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که امریکا این اجازه را پس از آن داد که روسیه سربازان کره شمالی را به جنگ جلب کرده است. این خبرگزاری نوشته است که احتمال اوکراین با این موشک به پایگاه در کورسک حمله کند که در آن سربازان کره شمالی نگهداری می شوند. حدودی از کورسک را تابستان امسال اوکراین گرفت و حالا خبر می رسد که سربازان کره شمالی همراه با نظامیان روس علیه سربازان اوکراینی در این منطقه وارد جنگ شدند. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب امریکا که وعده قطعی جنگ در اوکراین را داده بود 2 ماه بعد به کار آغاز می کند. هنوز موقع او درباره این تصمیم معلوم نیست ولی او بارها کمک زیاد به اوکراین را تنقید کرده بود. مقامات امریکایی گفتند که حمله با چنین سلاح اوکراین را در موقع قوی‌تر قرار خواهد داد و شاید این موقع روسیه را زودتر سر میز مذاکرات و پایان جنگ بکشاند. نظرهای برعکس نیز وجود دارند که احتمال اجازه حمله با موشک‌های دورپرواز تنش را اوج دهد و جنگ را به درازا کشد. حالا نگاه‌ها به اوکراین روانه شدند که آن کی و چگونه از موشک‌های دورپرواز علیه روسیه استفاده خواهد کرد. این گزارش درباره اوکراین بود که تماشا کردید. ضمناً سر از آغاز جنگ در اوکراین صدها شهروند تاجیکستان اساساً از طرف روسیه در این نزاع اشتراک کردند. شماری از آنها به هلاکت رسیده و برخی هم اسیر افتاده است. از جمله یکی از تاجیکان اسیر افتاده 35 ساله از آن پشیمان است که به گفته خودش فریب خورده و به سر خود و اهل عائله‌اش بلا آورده است. از هموطنان خود خواهش میکنم که این کاری من کرده رو نکنن. اینها به هر راه فریب کرده و جنگ روی میکنن، نه استرویکا و نه دیگر جنگ روی میکنن. دوستان عزیز، در شماره اخیر برنامه روزگار ماجر ما درباره درخواست این تاجیک اسیر افتاده و محبوسان زندانی در روسیه از پرزیدنت تاجیکستان صحبت کرده بودیم و شما امکان دارید این برنامه رو در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. دومین مرافعه دادگاهی چهره‌های شناخته در دایره پرونده تلاشی تبادلات و غصب قدرت روز 18 نوامبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه برگزار گشت. این بار هم کسی از نزدیکان بازداشت‌شده‌ها به تالار دادگاه راه نیافت. در مرافعه امروزه که همه عیب‌دارشونده‌ها حضور داشتند، نظر 4 تن آنها به عیبنامه شنیده شده است. همکارانم علیشیر ظریفی و امیر ایسویف در همین باره گزارش می‌دهند. مرافعه دادگاهی چهره‌های شناخته تقریباً 4 ساعت ادامه کرد. از وکیلان مدافع کسی حاضر نشدند با خبرنگاران صحبت کنند. یک منبع آگاه از قضیه در صحبت با رادیوی آزادی با شرط فحش نشدن نامش گفت که در مرافعه دادگاهی امروخان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفته است که او به دولت خیانت نکرده است، اما تصدیق کرده است که در شبکه‌های اجتماعی با امضای مستعار می‌نوشت چون با نام خودش همچون نظر سابق وزیر کارهای خارجه تاجیکستان فهمیده می‌شد. در این مرافعه دادگاهی سه چهره دیگر، سه عیب‌دارشونده دیگر از قبیل عبدالفیض عطایی سابق سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و نورامین غنیزاده و جمشید بایوف 2 تن از بازنشستگان امنیت نیز صحبت کردند و آنها نیز اتهام غصب حاکمیت را رد کردند. جزئیات بیشتری صحبت آنها معلوم نیست و با پرونده موری مخفی زده شده است و مقامات دادگاهی نیز چیزی نمیگویند. مرافعه نوبتی به روز پنجشنبه 21 نوامبر گذاشته شد. همکارم علیشیر ظریفی گزارش میداد. در نظر است در مرافعه بعدی نظر سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندر رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به عیبنامه خود شنیده شود و عیبنامه‌شان را
آنها پاسخ بگویند. ایبنامه آنها از 10 تا 20 سال زندان و یا حکم ابد را با مصادره اموال پیش بینی میکند. ضمناً رزمکاری سرشناسی بازی‌های یک حربه بدون قاعده چهارشنبه 29 ساله که از سال 2002 به این طرف با حکم 8.5 سال زندان در محبس است، در یک مرافعه پوشیده باز به 4 سال دیگر حبس محکوم شده است. در این باره بار اول روزنامه‌نگار اناره سرکار و خبر داد و 2 منبع رادیوزادی این خبر را تصدیق کردند. در حالی که او را به ویران کردن نظام دادگاه گناهکار دانستند، یک منبع نزدیک به نهادهای انتظامی تاجیکستان روز 18 نوامبر گفت او در محبس وارد زن و زنی شده است. تفصیلات بیشتر از این معلوم نیست، ولی قبلا اطلاع رسیده بود که چهارشنبه از محبس خوجند به دوشنبه انتقال داده شده است. او را در سال 2022 با ایبنامه دعوت‌های عمومی به زورن تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی محکوم کرده بودند، ولی خودش و نزدیکانش این اتهام را رد کردند. دوستان عزیز، شما برنامه اخباری رادیوزادی رو تماشا دارید و حالا برمیگردیم باز به ولایت ختلان. در ناحیه‌های دوردست این ولایت حالا موسم جمع‌آوری حاصل لیمو آغاز یافته است، ولی طور همکارمان مولارجب یوسفی میگوید با تشبث کشاورزان محلی در این منطقه پرورش میوه‌های دیگر سیتروسی از قبیل ماندارین، لایم، پامیلا و گریپ فروت تشکیل شده است. این همه کلون میشوه. این درختان گریپ فروت سال دوم است که در گرمخانه‌های لیمو پروران ناحیه جیهان حاصل می‌دهند. لیمو پروران درختان نوی میوه‌های سوبتروپیکی را تجربه کرده برای سال دوم است که حاصل می‌گیرند. رنگش همین خیلی میشوه. ای همون نموده که در خارجه میشوه، ای اون دای خوبتر میشوه. نه که از یه ماه وقت در کل که همین به همون چی خودش برسه. در گرمخانه لیمودار سابقه‌دار حاکم جان عزیزوف زیاد از 10 درخت گریپ فروت و دیگر میوه‌های سوبتروپیکی پرورش می شود که از خارج آورده شده حاصل خوب می دهند. از یک بوته تا 30 کیلوگرم حاصل جمع کردند. بگیم که همین جیان یورو همین 10-12 نمود ای خارجی آورد. همین شنوم همش حاصلاشو خوب شد. نایم آورد، اینمی ماندارینی چی آورد، خارجی آورد، کلون بشون همو با یه سورتی بدونش به دیگه و همش آورد، حاصل نوکی خوب دادن. همین مردم گرفته همین پیوند کایسان در همین نوعیه خیلی افزایشش بسیار شده است که مردم به همین دقت کرده سن اعتبار میتین همین چیشه گرمخانه همین را تشکیل کایسان زیاد شده است. لیمو پروران ناحیه جیهان میگویند که برای سال دوم است که میوه‌های گوناگون سوبتروپیکی به مانند گریپ فروت، ماندارین و لایم را جمع‌آوری کرده به بازار داخلی صادر میکنند. این کشاورزان میگویند که پرورش میوه‌های سوبتروپیکی نظر به لیمو آسان‌تر بوده است و در اقلیم منطقه حاصل خوب می‌دهد. امید خوجه شریپوف لیمو پرور دیگر از جیهان میگوید که او نیز از پرورش لایم و گریپ فروت حاصل خوب گرفته است. امید خوجه امیدوار است که با زیاد کردن بوته‌های میوه‌های سوبتروپیکی صادرات این نوع‌ها را زیاد نماید. عموما در همین تاجیکستان همین منطقه ما بهترین جای برای همین سیتروس پروری همه نمودش میشه و ماندارین، اپریسین، گریپ فروت، لایم، انا با پامیلا. در ناحیه جیهان حدود 150 هکتار گرمخانه لیمو موجود است و آنها به جمع‌آوری حاصل شروع کردند. از اداره کشاورزی ولایت ختلان خبر دادند که حدود 80% لیموهای وادی وخش در ناحیه جیهان پرورش می شود و در ناحیه کوشانیان و عبدالرحمن جامع نیز با لیمو پروری مشغولند. 1 کیلوگرم لیمو را از گرمخانه لیمو پروران از 5 تا 6 سامانی می خرند و در بازارهای وادی وخش از 8 تا 12 سامانی می فروشند. وزارت دفاع تاجیکستان از اجرا شدن نقشه دعوت جوانان به ارتش خبر داد. فریدون محمد علیف سخنگوی این نهاد روز 18 نوامبر به رادیوزادی اطلاع داد که نقشه روز 16 نوامبر 100% اجرا گردید. خب برنامه امروز رو با همین به پایان میرسانم. تشکر از یکایک شما عزیزان که ما رو همیشه تماشا میکنید و همین لحظه ها میتونید اون گزارش وعدگی ما رو ببینید و همچنین خبرهای ما در
дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла дар телеграму X, фейсбук و اینستاگرام و یوتیوب و تیکتوک گذاشته می شود. آنجا سری بزنید و بخوانید و تماشا کنید. تشکر برای همراهی خود را ایجاد کنید و خدا نگهدار.